می شود. در کجای دنیا چنین وحشانیت است؟ باید کسی به این همه نقطه گذارد. نقطه. خوب شما گفته میتوانید که این وحشانیت در کجا رخ داده است؟ مکانش را گویید تا با مسئولین پیشرفت نمایید. میگویم، البته میگویم. این دهشت در محله مرکزی جریان دارد و کسی از این عملهای نامطلوب خبر هم ندارد. مسئولین پیشگیری نمیکنند. این وحشانیت را این همون محله نیست که پدرم یاددار شدم و مسئولین را به چاره‌جویی دعوت می‌نماییم. عیناً همونجا. بسیار خوب. ما نیز می‌خواهیم به همه اداره‌های داخلدار پیشرفت نماییم که در محله‌های مذکور سگ‌های کوچه را می‌کشند. ظلم است آنجا. پلیس چیکار می‌کند؟ باری حمله کرده است؟ این طور نمی‌شود. ما باید امک جان، حالا خاک قبری اکم خشک نشده؟ کار اینها را بینه؟ اکای من در آن محله شهید شد. درباره او سخن نگفته. درباره سگ‌های محله گپ می‌زنم. امک جانم التجا میکنم عصبی نشوید. پدرم را سخت یاد کردم. اکنون شما به جای پدرم هستید. یوسف تو چیکار میکنی؟ در دستت چیست؟ مادر حالا ناموس اکم را از من میپرسند. از خانه ای که شهید برآورد از ناموسش نیز میپرسند. به من ده سلاح را. نه مادر نه. سلاحت را بده. در تلویزیون گپ میزنن اما از سوزی دل ما خبر ندارن. هیچ چیز خبر ندارن. من جان پسرم را برای این وطن فدا کردم، اما نمیگذارم که غضب تو را به قتل رساند. نمیگویم مادر نه. سلاحت را به من بده میگویم. بابا نرسید. به من بده گفتم. تو به سخنهای مادرت گوش نمیدهی. ماند مرا کاندار نشوه. بده گفتم سلاحت را بده. یوسف مرا به حالم گذاره. یوسف جان از برای خدا ایستا. حقانم رفت. اگر شهید شد یوسف. ایستا یوسف جان. امک جان ایستا. ناموس خانم پرچم خدا جان میدهد. اما چرا تو به جانت جبر میکنی یوسف؟ سر جانم یوسف جانم. ایستا صبر کن. مادر نرسید با من. صبر کن ایستا از برای خدا صبر کن. بیبی جانم اکنون چی کار میکنی؟ اکد از این کارت راضی نمیشود. برگرد یوسف جانم برگرد. امک یوسف مادر جان چی شد؟ جمال تو را خدا آورده رساند. یوسف باز دیوانه شد. او را در راه دیدم. جیغ زدم اما نشنید. با تاکسی سوار شد و رفت. اوه جمال یوسف به دست سلاح گرفت و رفت. برادرت دیوانه شد. او را نجات ده. نوار را من دیدم. سلی مثل عارف برادری شما بود. عارف او را کشت میگویم. همین عارف نبود که گفت بیایید رفته جای حادثه را بینیم. اگر اون میکشت مگر این کارا میکرد؟ یک جای همون دیس را یافتیم. همانجا بودی که قریب نابکارها از ما دیس را میره بودن. دیس را پاره کردن. من دیده نتوانستم. تو از کجا دیدی؟ اون طرفش با ما معلوم نی، اما باید با حادثه خالصانه نگریم. چی خیل خالصانه؟ چی خیل؟ من نمیفهمم چرا تنها شاهین مرا دستگیری میکند. تو چی میگویی بالتا؟ این کاری مفتشان سپه سومن. گفته های اکی ساله را شنیده. من با اکی ساله راضیم. از این عملهایتان استخوان‌های سلیم به درد می‌دراید. اما شما با این کارهایتان عارف را تهمت میکنید. سومن ها میشود که همون نوارها را من بینم. تنها یک سیدی بود که آن را من به امنیت سپردم. دیدم گفتید. مگر دروغ میگوید؟ حقیقت آشکار خواهد شد. سپس همه سخن‌های مرا تصدیق خواهد کرد. ببخشید شما کجا؟
حالا پخش مستقیم است. من هم میخوام که در آنجا یکشان سخن گویم. ما هر کس رو با پخش مستقیم راه داده نمیتوانیم. نمیتوانید؟ اما برای برنامه‌های خانه‌دار شوی از تمام شهر آدم جمع کرده میتوانید کو؟ این کاری منه. لطفاً با بیرون بروید. من همچون بیننده فکری خودم را گفتن میخواهم برادر. من دادری شهید هستم. جوان خوب، التماس خواهش میکنم. سعادت. راستش رو گویم من این خیل شدنش رو نمیخواستم، اما به فکر من این یگانه راه درست است. ساله تعمیر خانه به انجام رسید. اکنون برق هم گرمی هم هست. نازیه را گیر و بیا سعادت. نمیتوانم. در نزد مادرم با سیلو. درست، مرا ببخش. در هر صورت من نباید این طور میکردم. نازیه تو را یاد میکند. شاید بار او را نزد تو بیارم. به شما من در این خانه چیکار کنم سعادت؟ طبابت در چی حال است؟ دکترها چی میگویند؟ طبابت جسمانی این و آن. خودت را احتیاط کن ساله. خدا حافظ سعادت جان. روزتان بخیر. تشکر. تو همونه نیستی که سگا را پشتیبانی چی میکنی؟ میخواید از من؟ رنگ و بارد را تازه کردن میمون شده ای. من با تو چی گفتم؟ راز اینجا؟ کاری تو نباشد. کوچه همدان شماست. تو اینجا بیا. این آدم دشمن حیوانات است. او را از اینجا دور کنید. از اینجا به خوبی. من دادری پلیسم. دادری شهید. پیش درا. رو گرد. کنی زودتر. پیش. زودتر آنید. درا کشا. درا کشا میگویم. درا کشا که سرش رو مایده میکنم. درا کشا میگویم. درا کشا ایدون. ستاره تلویزیون می آید. و پیش. رو گرد. زود. алло, акай Ориф, ман Ҷамол. Юсуф додари Ҳоқон аз хона силоҳ гирифта баромадааст. шуморо хабардор кунам гуфтам, шояд хабаре мерасад. боз ягон беақлӣ накунад. хуб, хавотир нашав. агар ягон хабар ояд, дарҳол мудохила мекунем. ташаккур акаҷон, саломат бошед. ака, камтар зудтар рафта метавонем? кӯдак, кӯдак. این پسر یگان بالا را به سر می آرد. این یگان کار می کند. همسایه ها من چیکار کنم؟ دست گیرید. جمال گفت که خدا خواهد او رو می آبد. فقط شما آروم شدید. آروم شدید. خدایا خداوند پسرم را نگهبان باش. خدایا خودت مدد کن یا رب. وای بس بس این طرف زود باش. بپش. انا در همین جا میخوان میبرن در هم جیغ زنید. او را هم بیارید. حالا برنامه تمام نشده است. یوسف حیدرم رو دعوت کردیم. گوید که حیدر رو برآمد میکند.
زود خانم فریده رو دعوت کنید من رو نجاتید بگوید زود باشید زود باشید نیستید زودتر فریده رو جزنید من رو نجاتید بگویم به این طرف زود بجوشید زودتر من مجبورم این کارو کنم. طلب دارد که در پخش مستقیم سخن گویم. خب اگر پخش مستقیم باشد میلش. چه پیچیر دارد؟ ای زنی بی عقل، مگر مشهور شدن نمیخواهی؟ بیا زود قهرمان شو. انا دیدید چی میخواهد؟ با رهبر شبکه گپ زنید. گوید که پخش مستقیم رو از اینجا آغاز کنند. شما مرا رو نقض فهمیدید؟ بله رفیق کمیسر. زود باش. اوه عکای عاریف خسته نباشید. شاهانه است کنی مرحمت. تشکر حربی تشکر. بخیر است؟ همه آب در دهان گرفته اید؟ خب و خاموش آوازتان نمی براید؟ بذاشتین معلوم که امروز یگان کاری فراغتی پیدا نشده است. این را بینه همه قاش و قواق کردند. به نظرت می نماید سلیم را تو کشته میگویند. آیا تو کشتی؟ ای وای 1 ساعت شد گپ میزنیم روی روز گفتن در کار. آخر برادر یک بار آدم بر این رفتار کن، یک بار بالتا نشو از برای خدا. باز این گپ از کجا برآمد؟ وای اپی سومن اومده بود که؟ آیا سومن این گپ را گفت؟ نه که همین خیلی آمد و کمی صحبت کرد و رفت. شما باشد باور کردید همینطور؟ نه آخر عارف چرا عصبی میشوی؟ بچه ها اگر تهمت از روزن در آید دوستی از در بیرون می رود. کاری خوب نکردیم. ای بولتا فقط تو سبب همین گونه کارها میشوی. من چی گفتم آخر؟ برادر نخواد این خیل خبر رو همین خیل گویی ها؟ من رفته با او گپ میزنم. تو به گفته های آنها گوش نده. اصل واقعه را فهمیده میبره. ظریف یک لحظه ما را تنها میگذاری؟ خواهی یک عمر برای سلیم عزادار و تمام عمر به کسی خانه‌دار نشو، اما مرا به کشتار متهم کرده نمیتوانی. میتوانم و میکنم. تو فکر کردی که این کارها را فراموش کردم مانند روز گذشته به نزد تو برمیگردم؟ با این همه شبهه کردن تو دیگر امکان ندارد. آره امکان ندارد. تو چطور مرا در نزد همه قاتل میگویی؟ چرا از پس من گپ میزنی؟ دیدم عارف، همه‌اش را دیدم. اکنون میباید محافظ خود باش. چگونه که سلیم را در حادثه قربان شد میگویند. با دقت باش که راز تو نیست قربانی تیری ناگهانی نشوی. جان مرا گرفتن میخواهی؟ ما را سنگ بیگانه زخمی کردن نمیتوانند، اما برای گرفتن جان ما یک اغوای دوست بسنده است. این را تو میگویی؟ بین مرا به چه حالت گرفتار کرده ای؟ همه این درد و علم را تو به من داده ای. عاشق هم باشم این را دان که همه عاشق مجنون نیست. عشق آمد گفتم فکر کردی که عقل از سرت میپرد؟ اگر مشقت بینم از تو بینم. یک چیز دارم، فقط جان. اگر خواهی این را هم بگیر سمن.
جان من فدای تو باد. زود باشید بچه‌ها، زود باشید. نه، فرصتی خوب به دست آمد. فکر کنه که با انتقام گرفتن خوشبخت میشوی. بیا چون چرا رو برای سلاحت نیسته. بیا زودتر. همین عملیات بگذار روز مرگ من بود. دیر میشود، دیر میشود. بچه‌ها زودتر، زودتر. نجوم. در این برنامه به جایی برادری من درباره سگای کوچه بحث میکنند، اما نام برادری من در هیچ کجا نیست. حاضر تهیهگران این برنامه برای کارشان جواب میدهند. یوسف تمام، دیگر زیر نظارت ماست. وای، بین که آمدن. یوسف خود را به دست گیر، خواهش میکنم آرام باش. بچه ها، جنایتکار را میشناسم. با جمال تماس گیرید. گویید که عارف آدمی میجسته گند را یافت. زود به اینجا بیاید. دیگر همه آماده فرمان نوبتی باشند. یوسف دادرکم، عصبی بودنت را میدانستم، ولی تا این حد بودنش را نمیدانستم. انا هر دو این مرا عصبی کردم. چی خیل شد؟ برنامه به شما معقول شد؟ معقول شد؟ مجبوریم که برنامه را قطع کنیم یوسف. البته من دیوانه بودم. پخش را قطع کنید، کسی نبیند. انا بعد بکشید. گشکان، من باور دارم که آرامانه این کار را حل کرده میتوانیم. اینطور باشد تو هم شین فهمان مگر آنجا نبودی؟ اکم را چطور به قدر رساندم فهمان. اینها باشند درباره سگای کوچک گپ میزنند. یوسف آرام باش. اینها را میکشم. شد آرام باش، آرام باش. باز یگان نامخولی نکنی. با اون طرف. آرام باش یوسف، آرام باش، آرام. گذر شین. آرام. عارف، جمیل رسید آمد. آقای جمیل. مرحمت جمال. این نمارگیران بالا بودنده اینقدر آدمانی بسیار را جمع کردند. یوسف برادرم یگون بلو رو به سر ما نوار. اگر اکد اینجا میبود چی میگفت؟ چی میگفت؟ دادری قهرمان را میگفت. نه به فکرم. یوسف دادرم، اگر برادرت میشود میگفت که سلاحت را گذار. بیا یوسف، بس از اکنون سلاحت را ده. نجوم! نجوم! نکنی کار رو یوسف. محسوس همه چیز دارد. اکای من چی داشت نه؟ شد خود را ریم با میتراشد. از دستتان چی آمد؟ صورتان یگان کسی یگان حرکتی زیادتی نکند. شد کارلوس، سومان میتوانید پرانید. ایستد نپرانید. یوسف صدقه چشمانه پراندن اجازت شد. پران مرا. پران میگویم. پران. نجوم بین! پران. ایستد. پران مرا. میدونی وقتی که از اول با کار شروع کردیم برادرت چی گفته بود؟ تو رو گوش نمیکنم.
شما که مرا نجات ندادید من شما رو نصف میکنم. اگر رود و در رفت اجرای کار شهید شود کسی عائله ما اسیان نمیکند. بس چون که در اولاد ما اسیانکار و خائن نیست بلکه وطن دوستدار است و نگران نیز نمیشوم، زیرا اگر مبادا به من چیزی شود پشتیبان نسیم برادرم یوسف است. نه انا همین خیل یوسف جان، انا همین خیل بادرکم. پرتو یوسف جان پرتو. یوسف نکن این کار را. یوسف خوب هستید یوسف؟ بدست آرام شو. بند دارید یکون چیز آرام شو، همه اشکاب شو. بیارید آرام شو. بسیار سخت هیچ گم نی. یعنی خیلی رفته. یعنی برداریم یک دو سه. من از تو مرگ خواستم، شهادت خواستم، تو به من عملیات ناموفق هدیه کردی. هدف را به حیرت گذاشتی سامان. خوب نشان گرفته نتوانستی، اما وجودم جانم می سوزد. کاش مرا می پراندی. ای کاش. اکای عریف خوب هستید؟ تشکر جمال. باز بالای تیر و آتش آمدی. تو سزاوار شامل شدن به گروه هستی. اگر تا حال آرزو داشته باشی مرحمت همیشه آماده ایم. اکا جان سلامت باشید. منت دارم. با مدیر گپ زدم، برای کارهای رسمی به تو کمک میکند. قبلا مبارک شود. این یکی شما رو چگونه برمیگردونم نمیدونم. هیچ گم نی، دعوت ما را قبول کردی، برای ما همینش بس است. رو نزد مدیر رو. تو را انتظار است. حجت‌هات را آماده ساز. بازم مبارک شود. تشکر به شما. سامان نیت کشتن مرا داشته باشی مرحمت. جانم را بگیر. نزدیک نشو. با تو باور کرده بودم، با تمامی وجودم با تو باور کرده بودم. خوشبختی و حیات شیرین و خانه آباد را تنها با تو تصور میکردم. من چی؟ هنگام تکلیف خانه‌دار شوی تصور میکنی من چی فکر کردم؟ مرا سخت عذاب دادی، سخت. من تو را عذاب دادم؟ در سوریه کی را شکنجه و عذاب داده بودند؟ مرا
لحظه به خیالی روی تو نزیستم. چشمانت، تبسمت، چهرهت، همه این مانند ابر بهار بالای سرم بودند. من مرده بودم. ولی همچو باران به بالایم چکرهایت میریختند و همیشه خدایم را تولا میکردم. تنها یک دعا داشتم، تو را یک بار دیگر، تنها یک بار دیگر ببینم. من چی؟ مانندی دخترکی که لختکش را بودند در میانی راه ماندم. از کار برمیگشتیم، یک جا خانه بنیاد میکردیم. نآمدی، اما همیشه در خوابم بودی. در خوابم به چشمانت نگریستم. خردکک اما خانه پردی شد. در خانه ای که بوی بهشت به مشام میرسد. من سرگرمی خوراک پزی، تو روزنامه میخونی. و فرزندانم به سری دسترخوان نشسته. میخوایی که باز من از سری نو شکنجه بینم سومن؟ نه آخر، تو را دوست داشتم، تو را دیوانه‌وار دوست داشتم. برای آن گفتم که این را بدانی. همه آرزوهایمان برباد رفتند، تنها یادشان ماندند سومن. اگر سلیم را نمیکشتی شاید به این حال گرفتار نمیشدیم. سومن درست میگی. اگر تو مرا قاتل نمیدانستی تماما دیگر خیل میشد. چی؟ همش را بافتم؟ خدایا، این را برای آن میپرسند که سخت درد میکند، سخت عذاب میدهد. مگر تو این کار را نکردی؟ آیا قاتل تو نیستی؟ با چشمانم دیدم. آخر تو بودی. اما بدان که در اصل قاتل قلبی منی. بارک الله، باز یک جنایت دیگر بر سرم بار شد. آخر زنده بودی، چرا خبر ندادی؟ با یک نگاه دلم را بودی، گفتی بیا. اما خودت مرا پرتافته رفتی. سپس خبری مرگت آمد. چاره‌ای نداشتم، تنها بودم. مگر به شوهر برآمدنت شرط بود؟ آخر زنده بودی، چرا خبر ندادی؟ درست، از زندان، از حجره شکنجه دهید باید تلگرام روان میکردم. شخصی مخصوص، شخصی جسور عارف امیر، اما نهده برو. عارف امیره که برای شوندهش خبر زنده بودنش را رسانیده نمیتواند. محض برای تو زیستم. از آن دوزخ تنها برای تو برآمدم. برآمدی و چی شد؟ اکنون دوزخی من تو شدی. تو آخر تقدیرم بودی، تو از آن من بودی، آخر معجزه هم بودی. بس، طاقت شنیدن ندارم. برای برگرداندن من سلیم را کشتی. تو جانی من بودی، میفهمی جانم؟ پر ارزشترین چیزی دنیایم بودی. اما با پوشیدن آن انگشترین مرا به قتل رساندی. سومن، مرا به قتل رساندی و حالا مرا قاتل گفته پیکرم را پاره پاره میکنی. جانت ها؟ ارزشترینت؟ معجزت؟ برای تو شده، دیگر به معجزه باور ندارم. سومن، تو چیکار میکنی؟ سلاحت را پایان کن. اکنون مرا تنها معجزه نجات داده میتواند، چون که حالا ارزشترین چیزت را از تو میگیرم. سومن نکن، سومن التجا میکنم، دیوانگی نکن. سومن سلاحت را گذار. سومن التجا میکنم. سومن، این در تمامی عمر برای تو کافی است. سومن، از من خاطره.
سومان! سومان!